سلام، حالتون چطوره؟ اومدم براتون قول مرحله آخر هیسکا یعنی HR71 رو آنباکس کنم که چقدر دسته جذاب و خفنیه این. وای دلم یه دسته گیمینگ میخواست برای اینکه عاشق بازی‌های ریسم ولی نمیدونستم چی بگیرم. بین این دسته هیسکا و دستگاه TG 158 BT تسکو اینو انتخاب کردم. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی وزنش سبک‌تره، رخ کاراتو نگاه کن و اینکه اون شیشه این خیلی حالت شیک‌تر و با کلاس و جذاب و RGB های خیلی خاصی داره. قطعاً که بین 500 گرم و 205 گرم 205 گرم رو انتخاب میکنم چون خیلی سبک‌تره. کلیدا رو نگاه کن، این 18 تا کلید داره، 18 تا. متاسفانه اینجا تسکو برنده است به خاطر اینکه 23 تا کلید داره و این 18 تا، ولی به چه درم میخوره همین 18 تا بس دیگه. از ویژگی خاصش هم که نگم براتون، داره 2 تا موتور ویبراتور قدرتمند و پشتیبانی از موشن سنسور داره و اون بالاش هم یه تاچ پد لمسی با قابلیت کلیده و اینکه دکمه‌های تاچینگ و توربو و آپشن و شیر و هوم هم داره و 4 کلید اضافه که برای عملکردهای ماکرو مپینگ و همینطور اسپیکر داخلی داره و جک 3.5 میلیمتری برای هدفون، هندزفری و هر چی که دارین. باتریش هم 1000 میلی آمپر و روکش ضد تحریق و ضد لغزش. بریم ماشین کم گیم بزنیم.